عکسی که شما عین زمان در نوار میبینید یکی از صاحبکارانی است که تا به حال یکی از موفق ترین ها است. این صاحبکار خانگی با این عمل خیش به کتاب سرخ الفبا شامل شده، با این عمل خیش رکورد کرد. در یکی از خانه های استقامتی گذری کلتکداران سرخ تریموش کودکان را دستگیر نمودند که در نتیجه کارهای جستجویی اپراتیوی سه کودک عضو یک عائله را با گمان دزدی بازداشت شد. این گمان برشدگان دامینیک فارسیل، وین باروویلوف و اماورین الاسکا بوده بار چهارم به این کار زشت دست زدند. لعنتی ها خودی میگوید که اصلا کورپی لوله را ندیده باشند. در نتیجه اشکاف کردن کورپی لوله و دو دانه چماق برای پیشگیری کردن این عمل زشت پرونده مخصوص ترتیب داده شد. در این پرونده مخصوص که برای موشان پیش بینی شده است با ماده 13 کودکس جنایتی برای دزدی و برای رعایت نکردن قانونی مش بچه ها که به اجازه موشان کلانی خود را شیرین نکرده به بیرون برآمدند، با ماده 66 قسم یک چسبک مخصوص که برای آنها پیش بینی شده بود، با ماده 1 قسم 2 بند 3 پونکت 4 برای مخصوصا جنایت کلان که برای بی‌ضابطه کردن صاحبان خانه هر شب انجام میداد، برای برطرف نکردن خسارات گرد و اطراف تا 18 روز از آزادی محروم و بیچون و چرا به طعمه گربه ها داده شده. دستک زنی و پاچک زنی فایده ندارد، یا ایلا لذی یا اولا لذی.